مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم داشتنی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه، سالم و سرحال باشید. امروز قصد داریم که یک موضوع جنجالی که چند سال هستش که مردم با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن و در خصوصش افشاگری بکنیم، اونم ماجرای مافیای ورود گوشی‌های تلفن همراه به ایران هستش. در طول چند سال گذشته ما شاهد این بودیم که مدام چپ و راست مقام‌های مسئول مصاحبه می‌کردن و میگفتن که آقا ورود آیفون 14 و 15 به کشور ممنوعه. از قدیم که میگفتن 14 حالا 15 هم که اومد گفتن ممنوعه. شما فکر می‌کنید اینا دلشون برای مردم سوخته؟ مثلا میگن که مرگ بر امریکا به خاطر اینکه جنساش نیاد داخل این همه جنس آمریکایی، پرینتر و مانیتور و هزار تا چیز دیگه وارد کشور میشه، فقط لنگشون یه تلفن همراه. نه عزیزان من، مافیای سامسونگ و هواوی و سایر برندها وقتی تو اون کشور دارن برای خودشون جولا میدن، اکثرا توی چین و بقیه کشورها هستن و وصلا به آقازاده ها، اونها اجازه نمیدن که گوشی‌های آیفون وارد کشور بشه. چرا که اگر گوشی‌های آیفون وارد کشور بشه طبیعتا اونها باید برن نون خوش بخورن. البته آیفون و اندروید اصطلاحاً دو تا رقیب دیرینه بودن دیگه. حالا شرکت‌هایی که دارن محصولات اندرویدی تولید میکنن مثل سامسونگ و هواوی و این محصولاتی که این تیپیان الان چند سالی که رقیب برند شرکت اپل شدن. اما اون چیزی که مشخص هستش در طول این سالهای گذشته، این افرادی که وصلا به آقازاده ها، وصلا به افراد پرنفوذ و جالبه که رسانه های تو ایران هم در دستشون دارن حالا نفوذ کردن تو رسانه های خارج از کشور و دارن این اتفاق رو رقم میزنن. چند روز پیش ما اومدیم راجع به اسپانسر باشگاه استقلال صحبت کردیم که یک موبایل فروشی بود و چند سالی هستش که داره گوشی‌های آیفون رو وارد کشور میکنه. حالا اما یه خبری اومده جالبه بدونی که این خبر توسط تلویزیون ایران اینترنشنال به نقل از خبرگزاری تصنیم منتشر میشه که اسپانسر باشگاه استقلال متهم به فروش آیفونه. بعد گفته که یه ویدیوی اومده که اومدن و گوشی‌های آیفون رو دارن وارد کشور میکنن. خب وقتی بخوایم پشت پرده این خبر رو بهتون بگیم خیلی شیک و مجلسی، میتونم تو همین یه جمله خلاصش بکنم. مافیای گوشی توی ایران دلشون نمیخواد که مردم دسترسی داشته باشن به گوشی‌های روز دنیا. مافیایی که هر روز داره جیباشون پولدارتر میشه دوست ندارن که مردم برندهای خوب و به روز دنیا رو استفاده بکنن، به خاطر اینکه این بعد شاید با خودتون میگید خب همین مافیا میتونن آیفون هم وارد کشور بکنن دیگه، چرا اونو وارد نمیکنن؟ به خاطر اینکه شرکت‌های چینی که قربونش برم، چین هم کل ایران رو تصرف کرده، از دریای شمال و جنوب بگیر تا هزار تا چیز دیگه، اونا دارن گوشی چینی تولید میکنن. یادم چند سال پیش گوشی اومد به اسم جیلیکس توی خوزستان تولید میشد، برادران سعیدی تولیدش میکردن. جالب بدون که یکی از این برادران معلم من بود تو دوران دبیرستان و میگفتش آقا مسئولین چپ و راست مصاحبه میکردن، میگفتن حمایت کنیم از تولید ملی، حمایت کنیم از تولید ملی. خودشون چو انداختن به دروغ که این گوشی نرم افزاره سپاه توشه و میخواد شنود بکنه و با همین ترفند شرکت جلیکس رو زمین زدن. و جالبه که تو سایت همراه اول، تو سایت مخابرات، تو سایت وزارت ارتباطات اون سالها میرفتی تبلیغ موبایل رو میکردن، بعد اون بالاش نوشته بود هواوی، اون بالاش نوشته بود سامسونگ. برید ببینید که کدوم آقازاده ها، کدوم افراد پرنفوذ تو مملکت هستن که اجازه نمیدن گوشی‌های آیفون وارد اون کشور بشه. وگرنه این همه محصول دیگه وارد کشور میشه. گفتم اول ویدیو، مانیتور وارد میشه، نمیدونم تلویزیون وارد میشه، موس و کیبورد وارد میشه، سی پی یو، انواع اقسام تجهیزات کامپیوتری وارد میشه که مال آمریکا. کمپانی‌های مثل اینتل، نمیدونم دل، مایکروسافت، اینا محصولاتشون امریکاییه. چجور اونا محصولات امریکاییان راحت وارد کشور میشن، اما به گوشی که میرسه فتوای آقازاده ها رو میگیرن، فتوای فلان مرجع رو میگیرن. آقا اینا ورودشون به کشور ممنوعه و نباید توی کشور استفاده بشه. ایناست که نکات پشت پرده هستش. حالا ما اومدیم چند روز پیش ویدیو هم منتشر کردیم، گفتیم که آقا اسپانسر باشگاه استقلال موبایل فروشیه و خیلی من گفتن که تو پرسپولیسی، طرف حتی اسپانسری هم معنا و مفهوم داره دیگه، شما میتونی اسپانسر هر جایی بشی و تامین هزینه‌های اون تیم رو انجام بدی. حالا از کجا آوردی دیگه بعدش
به عهده مسئولان زیرفت. ولی اسپانسر معناش اینه دیگه، من توانایی اینو دارم پول بدم و اسپانسر بشم، کسی نمیتونه از من ایرادی بگیره. ولی اینکه تو اون مملکت باشگاه استقلال یعنی انقدر اومده پایین که یه موبایل فروشی بخواد اسپانسرش بشه، یا اون برند انقدر بزرگ شده که میتونه توانایی پول یه 50 میلیارد یا 70 میلیارد یا 6-7 میلیارد یه پول عجیب و غریب به یامگاه مرداد محمدی رو پرداخت بکنه، اینا ماجرا رو یکم پیچیده میکنه. اما اینکه یه تلویزیونی مثل ایران اینترنشنال میاد و یه همچین خبری رو وایرال میکنه، میاد یه همچین خبری رو پوشش میده، شما شک نکنید که یه سری آدم با نفوذ و یک سری آقازاده هستن و یک سری آدم هایی هستن که این گوشی ها براشون سود داره که اجازه نمیدن اون محصول وارد کشور بشه. چرا شما من نمیدونم، یعنی تو مملکت هر تلاشی رو میکنن، هر زحمتی رو میکشن که مردم بیشتر برن تو فقر و بدبختی. یعنی تمام تلاششون رو میکنن که آقا نمیدونم مردم به بدترین نحو ممکن زندگی بکنن. از موضوع حجاب بگیر، طرف تو ماشینش داره رانندگی میکنه، براش پیامک اومده بودی که آقا شما نمیدونم بی حجابی 3 بار اگر این کارو بکنی ماشینتو میخوابونیم تو خونه خودت. بعد اون طرف بعد 2 هفته ماشینش بخوابه، بعد تو اون 2 هفته 2 میلیون ضرر میکنه به خاطر اینکه ماشینش خوابیده توی پارکینگ. یا مثلا میان استخدامیا رو سخت میکنن، شبکه‌های اجتماعی رو تا میتونن فیلتر میکنن، مردمی که از این شبکه‌های اجتماعی میتونن کسب درآمد بکنن، میتونن زندگیشون رو رونق بدن، میتونن زندگیشون رو گسترش بدن، وقتی این وضعیت این مسئولین رو میبینن وقتی که این کارا رو دارن باشون میکنن، خب معلومه هر روز بهتون فوش میدن. اصلا فکر کنم این آدمایی که اونجا مسئولن و تصمیم گیرندن تخصص دارن تو نفرت پراکنی. بعد مثل یه مار 7 سر و 7 خط چنبره زدن توی قسمت‌های مختلف، یکیشون خاویار رو میمکه، یکیشون پسته رو میمکه، یکیشون نفت رو میمکه، یکیشون زعفران رو میمکه، یکیشون یه عده‌شون ماشین رو میمکه. حالا جدیدن افتادن روی تلفن همراه. به حال تلفن همراه یه ابزاریه که همه بعد استفاده کنن، هر 1 سال بار 2 سال یه بارم بعد این محصول رو اصطلاحاً بروز بکنن و عوض بکنن اگه خیلیشون توانایی مالی داشته باشن. بعد محصولاتو چی چالا پهنا میکنن تو پاچه ملت. یه گوشی که قیمتش مثلا تو بازار جهانی 200 یورو، تو ایران پاتون در میاد 500 یورو. بعد از اون باحال‌تر این هستش که حالا این اسپانسری هم که اومده اسپانسر شده بوده، نکته جالبش می‌دونید چیه؟ نکته جالبش این هستش که مثلا قیمت گوشی‌های آیفون اگر توی ایران 50 میلیون بوده تا قبل از این که باز همون مافیا این گوشی‌های آیفون رو وارد می‌کردن، این آدما اومدن گفتن که خب میتونید 30 میلیون بخرید. چون به حال قراردادایی که بسته بودن و ورود این گوشی‌ها رو تونسته بودن راحت‌تر بکنن، سود کمتری از مردم گرفته بودن. باز اون یه عده اومدن گفتن که اوه اینا یه کاری دارن میکنن، دارن ما رو ورشکسته میکنن. و الا آقازاده یه زنگ بزن تسلیم بگو فلان خبر رو بره. یه کانکشنی هم داشتی تو تلویزیون اینترنشنال، یه زنگ بزن به اون بگو اونم اینو بگی کیه اولولا بیفت اصلا این گوشی دیگه وارد کشور نشه. به همین راحتی اونها برای اینکه مردم سخت‌ترین شرایط رو تجربه بکنن و دسترسی آزادی به منابع نداشته باشن، از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنن. ولی ما اینجاییم در رسانه پشت پرده که تمام این موضوعات رو افشا بکنیم که دست این افراد رو بشه. خیلی مخلص.